جام جهانی هنوز تمام نشده بود که حرف از رفتن کیروش به میون اومد. مرد چشم آبی میگفت به خاطر عدم حمایت فدراسیون فوتبال ایران نمیتواند به کارش در تیم ملی ادامه دهد، اما نتیجه چیز دیگری شد. کیروش ماند، تیم ملی به دور دوم مسابقات آسیایی 2015 صعود کرد. مقابل عراق تیر آخر را در پنالتی خوردیم و باختیم و خداحافظ جام. یک ناکامی دیگر و باز هم شایعه، باز هم تیتر رسانه ها، باز هم کیروش. فدراسیون فوتبال 2 دیدار دوستانه برای تیم ملی با شیلی و سوئد ترتیب داد و خبرهای غیر رسمی قوت گرفت، تا اینکه چند روز قبل از اعزام تیم ملی به این 2 مسابقه دوستانه کفاشیان رسما اعلام کرد که کیروش بعد از این 2 بازی دوستانه از تیم ملی جدا می شود. وزارت ورزش وارد شد. جلسات برای رسیدن به تفاهم 3 جانبه شد و بالاخره کیروش ماند. تصمیم گرفته شده با کیروش کار بشه. کسی هم اگه تمایلی به این کار نداره میتونه فدراسیون شنبه 5 اردیبهشت 94 مرد پرتغالی از در فدراسیون بیرون آمد و از توافق خبر داد. هنوز 11 روز از توافق نگذشته بود که وزیر ورزش، یا بهتر بگوییم رئیس وزارتخانه حامی اصلی ماندن کیروش، ناگهان فرمان را پیچاند. ما توسط بیگانه یک نفر تحقیر میشیم، مربیان ما تحقیر میشن، مردم ما تحقیر میشن. هیاهوی پیرامون فوتبال ایران انگار قرار نیست تمام شود و پرطرفدارترین ورزش دنیا لقب پرحاشیه ترین را هم در ایران یدک میکشد. خب گزارش رو دیدید، گفته ها و ناگفته های زیادی در اون بود. امشب مهمان ما در استودیو آقای دکتر دادکان هستند، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و استاد دانشگاه. شب شما بخیر آقای دکتر. خیلی خوش آمدید. ممنونم از محبت. سلامت باشید. و البته مهمان های دیگری هم داریم به صورت تلفنی. آقای حسنی خو، نماینده تامل اختیار وزیر ورزش در امور قرارداد مربوط به کیروش، و همچنین خداداد عزیزی از تبریز. آقای حسنی خو هم از مشهد مقدس در خدمتشون خواهیم بود. اگر دوستان اشاره میکنن آقای حسنی خو، آقای دکتر اگر اجازه بدید. آقای حسنی خو سلام، شب شما بخیر. سلام علیکم، شب شما بخیر. از مشهد مقدس نایب الزیاره شما هستم. التماس دعا. خب خوب هستین شما. آقای حسنی خو، این موضع گیری وزیر ورزش رو قطعا شما هم شنیدید و حالا به عنوان نماینده وزارت ورزش طبیعتا نماینده منتقد کیروش هم هستید امشب. به نظرتون سوالی که پیش میاد اینه که چطوری اصلا همچین چیزی ممکنه که گفته بودید اگر کسی انتقادی داره یا حمایت نمیکنه از کیروش، از فدراسیون بره بیرون، و الان ما با صدای شما رو شنیدیم. اگر اینطوری باشه الان خود آقای گودرزی وزیر ورزش اولین نفریه که با توجه به صحبت‌های دیروز باید برن بیرون. من هیچ وقت نگفتم اگر کسی انتقادی داره بره. انتقاد سازنده یا حمایت نمیکنه. بله، انتقاد سازنده است و بالاخره طبیعیه که با انتقاد ساخته میشیم. ولی بحث ما این بود که آقا ما در فدراسیون فوتبال علالقاعده اگر کسی میخواد با ایشون کار بکنه و چوب لای چرخش میخواد بگذاره، علالقاعده این بحث مدیریتیه، بحث فنی هم نیست. در اونجا ما این است کار بکنه و بالاخره فضا رو فراهم بکنیم برای اینکه مربی تیم ملی بتونه کار بکنه و بتونه موفقیت بیاره. بالاخره مردم منتظرن ببینن موفقیت‌های تیم ملی چگونه انجام میشه. علالقاعده فضا رو باید هممون فراهم بکنیم برای اینکه این اتفاق بیفته. آخه هنوز 11 روز شروع نشده، انتقادها شروع شده و صحبت‌های آقای وزیر خیلی صریح بود علیه کارلوس کیروش. ببینید آقای وزیر بحثشون این بود که خب پیشکسوت‌ها خدمت ایشون رسیده بودن و موارد مختلفی رو مطرح می‌کردن، از جمله اینکه بالاخره در فدراسیون و وزارت ورزش حدود اونها رعایت نمیشه، پیشکسوت‌ها مورد توجه قرار نمیگیرن، بحث اخلاق مداری در ورزش رو مطرح میکردن، بحث عدم رعایت پیشکسوت‌ها و حرمت شکنی، بحث انتقاد از صندوق حمایت از پیشکسوتان و اینکه مجمع فدراسیون فوتبال جایی برای پیشکسوتان نیست و به کارگیری افراد تازه وارد در مدیریت ورزش و فوتبال
و اینکه مثلا بی‌حرمتی میشه و دقت زیادی نمیشه در ورود به ورزشگاه. مسائل مختلفی رو اون روز مطرح شد و پیشکسوتان مطرح کردن. آقای وزیر هم تو ذهنشون اینجوری بود که بحث حرمت به پیشکسوتان باید اصل قرار بگیره، بحث اخلاق باید اصل قرار بگیره و هر کسی در حدود خودش و در چارچوب خودش سخن بگه و رفتار بکنه و خارج از این کسی چیزی رو نگه و قانونی قدم برمی‌داره و در چارچوب‌های قانونی بتونه کارا رو انجام بدن. و به نظر میرسه که ایشون تو ذهنش این بود که حالا منم با خود ایشون هم صحبت کردم، فرمودن که من تو ذهنم این بود که آقای کیروش بالاخره در این فضایی که ما داریم کار میکنیم، ایشون ما کارفرمای ایشون هستیم و ایشون بالاخره با ما دارن کار میکنن، نباید امر و نهی به ما بکنن، در چارچوب وظایفشون کار بکنن. تو جلسات خصوصی هم که من خدمتتون داشتم اینا رو عرض کردم که آقای کیروش شما تو چارچوب قرارداد باید عمل بکنید. تو اون تفاهم‌نامه‌ای هم که ما خدمتتون داشتیم این موارد من اونجا خدمتتون عرض کردم. ایشون هم تو همون غالب نظرشون این بود که این کارا انجام بشه و ما آقای حسنی خو حالا اگر لطف کنید ما باز هم می‌خوایم مزاحم شما بشیم پشت خط. جنبندی اینه که آقای کیروش از نگاه وزارت ورزش فراتر از اون اختیاراتی که داشته یا چارچوبی که براش مشخص شده کاری کرده دیگه، نه؟ پیشکسوت نظرشون این بود و گله نه آقای کیروش، بحث فدراسیون فوتبال که فدراسیون فوتبال کدهایی که آقای وزیر میدادن به فدراسیون فوتبال مربوط نمیشد. غریبه‌ای که اومده، بیگانه‌ای که اومده و میخواد ما رو تحقیر بکنه به فدراسیون فوتبال مربوط نمیشه. بله بحث آقای کیروش هم بود. ایشون بحثشون این بود که هر کسی تو چارچوب خودش باید قدم برداره و هر کسی تو چارچوب. خیلی متشکرم، همراه ما باشید لطفاً. ممنونم آقای حسنی خوب. آقای دکتر خوب هستین شما تقریبا کم کم تبدیل میشین به نوستراداموس، پیش بینیاتون درست در میاد بعد از اینکه قرارداد بسته شد بین کیروش و فدراسیون فوتبال. شما گفتین اینا همه فیلمه و اینا یه جورایی به هر حال به درگیری و دعوا میکشه و از دیروز دیدیم که این اتفاق افتاد و بازتاب عجیبی هم داشت تو رسانه‌ها. چطوری اینجوری پیش بینی کردید؟ اجازه می‌فرمایید آقای اختیار دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان عزیز و از اینی که شبکه 2 در این بخش از من دعوتی رو کرد صمیمانه سپاسگزاری میکنم. انشالله که هر کسی هر نقطه نظری داره غرض نباشه بتونه انتقاد کنه و حرفای خودشو بزنه. ممنونم از شما. اگه اجازه بدیم من حالا راجع به این که پیش بینی کرده بودم و این حرفا رو هم الان میگم خدمت شما. ببینید من از ابو سعید ابوالخیر شروع کنم. یکی میره خدمت ایشون میگه آقا انسان ها بزرگ شدن میتونن پرواز کنن. ایشون میگه پرنده هم پرواز میکنه. میگه انسان ها بزرگ شدن میتونن رو آب و تو آب هم راه برن. میگه ماهی هم این کار انجام میده. میگه از نظر شما انسان بزرگ کیه؟ میگه اون کسی که اخلاق مدار باشه، اونی که صادق باشه، بی‌ریا باشه و توی مردمش باشه. حالا ببینیم جامعه ما امروز اینو پذیراست یا نه. من از صحبت‌های خود آقای حسنی خو شروع میکنم. ایشون اشاره داشتن که هر کسی در چارچوب وظایف خودش عمل کنه. کی معتقد به اینی؟ چارچوب وظایف شما اینه که راجع به سرمربی تیم ملی حرف بزنید. شما مسئول حراستی. شما خودت داری میگی هر کی در چارچوب وظایفش حرف بزنه. شما وظایف فنیه؟ خداییش کی حرف شما رو میپذیره؟ آقای وزیر ورزش شاید بهشون اختیار داده. شاید که نه وزیر ورزش همچین اختیاری رو نمیتونه بده. ببخشید وقتی میگیم در چارچوب قوانین، رعایت اخلاق، رعایت کرامت انسانی، رعایت نظم، همه اینا رو که میبریم ایشون میتونه بگه اگه کسی در فدراسیون بر علیه ایشون حرف بزنه بره. خب شما میدونید نه شما کیروشو میخواین نه آقای کفاشیان. اجازه میدی خدا آقای حسنی خو. آقای حسنی خو بله در خدمت شما هستیم. اگر حق شما محفوظه برای پاسخ دادن. خدمت شما هستم. من هیچ وقت تو مسائل فنی دخالت نکردم. اگر موردی دارم دوستان بگم. در مورد بحث این که عرض کردم که کسی نمیتونه با کیروش کار بکنه، بحثم بحث مدیریتی است و بحث دخالت در این امر نیست و موضع بنده به عنوان مشاور وزیر بحثمون این بود که یه سری ابهامات در رفتار بین سرمربی تیم ملی و بحث خدمت شما عرض کنم فدراسیون فوتبال بود که ما برای اینکه این موضوع روشن بشه و تکلیف روشن بشه که آقا وزارتخونه تو این موضوع میخواد آقای کیروش بمونه و فضا رو هم فراهم کردیم. ما اگر نمیخواستیم آقای کیروش بمونه
خیلی کارا رو نمی‌کردیم. آقای حسنی خوب، من یه سوالی جسارتاً بپرسم از خدمت شما. خیلی اظهار نظرهای شما سینوسیه، یعنی پیدا و نه شخص شما رو من منظورم نیست، کلا وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در مورد آقای کارلوس کیروش، یعنی پیدا و پنهانش مشخص نیست. من نمیدونم، هراس از بخشی از افکار عمومیه. شما خودتون میدونید که این بحث فراتر از چارچوب بودن، حداقل بین نزدیکان شما، خود آقای اسدی هم من باشون صحبت میکردم قبلا، این یه بحث کاملا جدیه. خود آقای وزیر ورزش هم قطعا با یه بک‌گراند و پیشینه‌ای به این نکته اشاره کرده. اگر واقعا اینجوریه و شما رضایت ندارید، پس چرا قاطعانه و صریح با مردم صحبت نمی‌کنید، بگید آقا این مشکلات هست؟ یا از نظر فنی مثلا یه اشاره های امروز داشته آقای وزیر، اگر واقعا معتقدید چرا نمیایید علنا بگید و ازش دفاع بکنید و باش قرارداد نبندید مثلا؟ ولی وقتی میبندید دیگه این اخلاقی نیست که مثلا یه اتفاق دیگه، یه حرف دیگه بیاد بیرون. قبول دارید این نکته رو؟ بله کاملا من قبول دارم. این بحث اخلاقیه و این فرمایش جناب آقای دادخان که اخلاق اصله، برای ما هم این مطلب اصله و باید رعایت بشه. اگر ورزش پهلوانی و اخلاق اصل نباشه بالاخره ما دچار مشکل میشیم. خب الان به نظر شما رعایت شده؟ مثلا شما قرارداد می‌بندید؟ من خدمت شما عرض کنم. ببینید اون چیزی که مسلمه، ما در جنبندیمون در وزارت ورزش این بود که آقای کیروش با شرایط فعلی باید بمونن، حتما باید بمونن و فضا رو هم فراهم کردیم. بنده نماینده وزیر ورزش بودم، به عنوان مشاور ایشون رفته بودم اونجا، نه به عنوان مدیر کل حراست، به عنوان نماینده ایشون که مقدمات رو فراهم کنیم برای موندن ایشون. شما اگر دقت بکنید تو جلساتی که بنده با آقای کیروش داشتم و جناب آقای کپاشیان، فضا رو فراهم کردیم که ایشون بمونه و حتی آقای کپاشیان خودشون تو اون جلسه چرا بمونه؟ برای اینکه با این موقعیت فعلی امکان رفتنش خب نبود. چرا از نظر فنی؟ اینی که بتونیم جایگزین مناسبی مثلا داشته باشه فدراسیون. بعدم ما اصلا دنبال این موضوع نبود. بحث جایگزینی بود یا فشار افکار عمومی؟ نه اگه اختلافی بین فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی هست ما بریم حل بکنیم. اگر ابهامی هست بریم حل بکنیم. تقریبا مسائلش رو تا اونجایی که امکان داشت و به وزارت خونه مربوط میشد ما حل کردیم. بعد 10 روز بعد دوباره این نشون میده که هیچی حل نشده. چرا؟ ببینید تو همین مدت 10 روزه ما 2 تا اقدام انجام دادیم که خود آقای کپاشیان و آقای کیروش میتونن شهادت بدن که این اقدامات انجام شده. اول فضا رو ما تلطیف کردیم. یه مقدار چقدر هم تلطیف شد با این صحبت‌های وزیر. یه مقدار مشکلات مالی رو ما حل کردیم، علیرغم اینکه ما مشکل مالی داشتیم به فدراسیون کمک کردیم برای اینکه بحث مالیات آقای کیروش حل بشه. ما یک جلسه مشترکی آقای دکتر مناف هاشمی، جناب آقای کپاشیان، بنده، آقای نوری، مدیر کل مالیات استان تهران گذاشتیم برای حل مشکل ممنوع خروجی ایشون. این اقدامات برای حل مشکل آقای کیروش انجام شده. حالا من در مورد مشکلاتی که داشته آقای کیروش در مورد همین مالیات و اینا، در مورد مالیات و اینا می‌خوایم مزاحم شما بشیم. اگر اجازه بدید چند دقیقه اجازه بدید پشت خط من مجددا در خدمت شما خواهم بود. آقای دادکان بگم بقیه‌اش. بفرمایید. ببینید نه وزارت ورزش نه فدراسیون فوتبال کیروش نمیخواد. خود آقای کیروش هم میدونه، شاید هم به من الان گفتن نشسته گوش بده. واقعا با این حواشی که برای شما هست و این صحبت‌ها واقعا کیروش با اون اسم و رسمش میمونه، مطمئن باشین دیگه نمیمونه. و هدف وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال اینه که کیروش نباشه. ما رفتیم تلطیف کنیم بمون، حتی فدراسیون تلطیف کنیم بمونه اینا نیست. پس چرا باش قرارداد بستن؟ ببینید هم شما قرارداد میبندی زمینه رو ایجاد نکنی اون مربی میمونه، این حرف و حدیث ها باشه میمونه. چه نیاز وزیر ورزش این حرفا رو راجع به آقای کیروش با کد بزنه؟ من یه سوال میکنم از همین آقای حسنی خو که اینجا هستن، تقاضام اینه که خواهشاً این مطلب رو صراحتاً بگم. یه جلسه بوده آقای وزیر با پیشکسوت‌ها و مربی‌ها و بحث این بوده، آقای نجف زاده خواهشم گوش بدی، بحث این بوده فساد، اخلاق مداری، لومپنیسم. نصف بیشتر اینا که شما دعوت کرده بودی همه‌شون اینا رو دارن، یعنی جزء لومپنیسمان، جزء فسادا کنار شما اومدن نشستن. شما جلسه گذاشتی بر علیه فساد و لومپنیسم و جهت ارائه اخلاق مداری با کسایی که خودشون در دلالی و فساد لومپنیسم نقش دارن که چه کاری رو حل بکنید؟ هیچی. اجازه بدین. آقای حسنی خو میگه نه وزارت ورزش رفت حل کنه. من به شما بگم این نیست. این رابطه هم حسنه نمیشه به دلیل اینکه وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال به یه نوعی برای ساختار جدید فوتبال تصمیماتی گرفتن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
بذاریم مردم بدونن. خسته شدن خدا شده این مردم از دروغ، از ریا، از این مسائلی که مطرح میکنیم یه دونه درش صداقت نیست. چرا نیم راست بگیم؟ کیروشو بریم توی اتاق حساب مالیشو بکنیم، خداحافظ شما بره، هم از ما راضی باشه، هم با صاحب بین‌المللیش خوب باشه. که چی؟ ما کیروشو میخوایم، با پا میکشیم جلو، با دست پس میزنیم. یا برعکس، والله نمیخوایم کیروشو. بیایم به مردم راست بگیم. چرا اختیاراتی رو به کیروش دادیم؟ حالا قبل از البته دولت جدید بوده، اختیارات رو به کیروش دادیم. حالا کیروش اون اختیارات رو میخوایم ازش بگیریم دیگه، کار نمیکنه. شما گفتی آقا این کار با تو، اعزام با تو، نفر با تو، سرپرست با تو، پول اردوها با تو، همه اختیارات دادیم کیروش. امروز میخوایم ازش بگیریم، قبول نمیکنه. درسته. آقای دکتر اگر اجازه بدید، خداداد عزیزی با ما هستند از تبریز. شب شما بخیر آقای عزیزی. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای نجف زاده، همچنین استاد بزرگمون آقای دادکان در خدمت شما قربان. آقای عزیزی نظر شما چیه؟ شنیدید بحث‌های ما رو؟ من بحث‌های شما رو به خوبی گوش کردم و لذت بردم از صحبت‌های آقای دادکان. آقای دادکان من فکر می‌کنم صداقتشون برای همه روشنه. من فکر کنم آقای دادکان همه حرفا رو زد و واقعا من نفهمیدم در مورد صحبت‌های آقای حسنی خو رو نفهمیدم. یه جوری صحبت کردن که موافقن مخالفن، من نفهمیدم واقعا. منم اعتقاد دارم آقا دو تا حالت داره دیگه، یا آقای کیروش بمونه یا بره. بیایم صادقانه رفتار کنیم. اگه قراره بمونه همه بیایم کمکش کنیم. چجوری هم کمکش کنیم؟ اینجوری کمکش کنیم آقا از ایشون بخوایم به ما کمک کنه، ما هم به ایشون کمک کنیم. نه مثل قرارداد 4 سال قبلش که هر سالی 9 ماه پرتغال باشه 3 ماه بیاد تو فوتبال ما. ایشون با ما قرارداد داره 1 ساله، 1 ماهش بره مرخصی، 2 ماهش بره مرخصی، 10 ماه دیگه‌ش آقای دادکان به خوبی متوجه میشه من چی میگم. 10 ماه دیگه‌ش بیاد داره مربیای ما کلاس بذاره، بیاد تدریس کنه. ایشون یکم بزرگترین مربیای دنیاست، ولی ایشون 9 ماهش نیست، 3 ماهش هست. اون 3 ماهش هم بازیای پرسپولیس نمیاد ببینه، کمکاشو میفرسته. من فکر میکنم با توجه به قراردادی که ایشون داشته با ما، ایشون موظفه که بهترین شرایط برای فوتبال ما مهیا کنه و بتونه فوتبال ما متحول کنه. الان اگر موندنیه کمکش کنیم، اگر هم نیست به گفته آقای دادکان قشنگیش به اینه که آقا باهاش بشینن بگن آقا این طلبت، این پولت آقای شما برو. کی میگه وقتیست برای آوردن مربی؟ من فکر می‌کنم آقای خداداد شما هم نظرتون یعنی مجموعاً اینه که الان داره یه چیزی شبیه یه فیلم هندی اتفاق میفته، فقط چند تا درخت کم داره دیگه. هر کسی یه حرکتی میکنه و بعدش هم میگه من نبودم و بعد واسیم تا آخر فیلم ببینیم کی واقعا جرأت این رو داره یا جسارت این رو داره که بیاد با اصول منطقی یا بر اساس اصول فنی یا اخلاقی به هر حال بیاد بگه آقا ایشون خوبه یا بده. هیچکس هزینه این رو انگار متحمل نمیخواد بشه. آقای خداداد ما باز هم با شما خواهیم بود اگر اجازه بدید. من با آقای حسنی خو صحبت کنم. آقای حسنی خو درباره قرارداد آقای کیروش به نظر شما چهارچوب هایی که باید رعایت شده و قرارداد دقیقی بسته شده؟ من شنیدم که ایشون 2 تا مشاور حقوقی هم همراه خودشون داشتن. ما اینجا قرارداد خوبی بستیم؟ ببینید قرارداد رو فدراسیون فوتبال بسته و از قبل همین کار انجام شده. من وارد مسائل قرارداد اصلا نشدم و بنا هم نداشتم وارد قرارداد. شما تو اون جلسه که قرارداد رو می‌بستن با آقای کیروش از طرف آقای وزیر تشریف داشتید؟ نه خیر. قرارداد حدود 1 سال قبل بسته شده. ما یه تفاهم نامه ای رو با هم دیگه بستیم که کمک توی جلسه تفاهم نامه چی تشریف داشتید؟ بله قرارداد از قبل بسته شده. من تو ریزش وارد نمیشم چون بحث فنیه. اجازه بدید دیگرانی که واردن. بعد این بحث مالیاتیش به کجا رسید؟ بحث مالیاتی تقریبا حل شد دیگه. یعنی قرار شد کی پرداخت کنه؟ ببینید این رو توی خود قرارداد آقای کیروش قبلا پیش بینی شده که فدراسیون فوتبال پرداخت بکنه. ما هم مخالفیم با این کار که اصلا قرارداد رو هر کسی خودش باید پرداخت کنه. این اصلا یه اتفاق جدید زمان شما آقای برانکو رو شما پرداخت می‌کردین؟ ببینید این تو قرارداد قید میشه. شما ننویس بگو خودش بده. وقتی نوشتی باید پرداخت کنی. درسته. بله آقای حسنی خب عذرخواهی می‌کنم در خدمت. بله کاملا درسته. فرمایش آقای دادکان درسته. این توی قرارداد نوشته شده. در جلسه اخیری هم که ما داشتیم تصمیم گرفته شد که بخشنامه کنه وزارت ورزش که هیچکس حق نداره مالیات نه بازیکنان رو و نه مربیان رو چه در حوزه باشگاه و چه در حوزه فدراسیون ها به عهده بگیرن و به عهده خودشونه.
خود اداره مالیات هم به این تاکید داره. ما ان شاءالله صفر وای خیلی متشکرم می‌کنیم که این اتفاق. ممنونم، متشکرم. دکتر، این سهم وسیعی از مربیان ایرانی با آقای کیروش مخالفند. حالا دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه. چرا مخالفند؟ ببینید مربیای ایرانی هم حق دارن. به دلیل من بحث فنیشو فکر نمی کنم کسی ایشون رو قبول نداشته باشه، چون که اختیاراتی خارج از چارچوب وظایفش بهش دادن، این مشکل پیش میاد. ببین اول منم یه سلام متقابلی خدمت آقای خداداد عزیزی داشته باشم و ایشون هم الان بیاد همینه میگه، مربی دلش هم میخواد پیشرفت کنه، آینده هم مال همین جووناست. ازش بپرسین مخالف کار کیروش کسی نی، میگن اختیاراتی که در اختیار ایشون گذاشتن خارج از چارچوب وظایف. شما موافقید با این نکته؟ بله، من خودم بارها مصاحبه کردم، گفتم اگر تو چارچوب یک مربی زمین سبز کیروش اختیار داشته باشه به درد فوتبال ما میخواد. یعنی اختیاراتش فراتر از استاندارده. بله، خارج از چارچوب اختیاراتی که بهش دادن امروز میخوام بگیرن، کیروش هم قبول نمیکنه. از نظر مدیریتی چطور میشه کنترلش کرد؟ اینی که شما هم کاری که دنیا داره میکنه، شرح وظایف یه مربی تو قرارداد نوشته میشه. حالا ما آقای دکتر امشب قرار بود که آقای کیروش هم تشریف بیارن به استودیو گفتگوی ویژه. گفتند که آقای آریان عزیز زحمت کشیدن ترجمه کردن که قرار شده که بعد از اینکه آقای کفاشیان از مشهد برگشتند یه جلسه رو داشتن، اون وقت مهمانشون باشیم در استودیو گفتگوی ویژه. یعنی حق پاسخگویی برای سرمربی تیممون هم محفوظ هست انشاءالله هفته آینده. ادامه بدید. ببینید اول آقای نجف زاده بذارید من اینو بگم، جناب آقای حسنی خو آقای خداداد هم رو خط هستن. ببینید اصلا فلسفه ورزش چیه که بخشش فوتباله؟ مگه ایجاد نشاط نیست تو اجتماع؟ مگه حس همبستگی و پیوستگی رو زیاد نمیکنه؟ ما از اون موقعی که این وزارت ورزش اومده هر روز درگیر پرسپولیس و استقلال و فدراسیون فوتباله. واقعا شما کار دیگه ای نداری؟ برای چی این همه برای خودتون و مردم و این دو باشگاه و فدراسیون فوتبال مشغله ایجاد کردید؟ هر روز شما ببینید چقدر بحث اینه. بابا یه روز مربی رو میخوایم نمیخوایم تموم کنیم بره. شما نگاه کنید یه باشگاهی رو وزارت ورزش اومده به چرخونه به نام پرسپولیس، 7 مدیر اول آورده، 13 تا مربی با کمکاش. خدا شاهد آقای نجف‌زاده، نمیخوام اینو، باشگاه پرسپولیس با 25 تا آدم، فوتبالیست و 4 تا مربی و سرپرست، این همه دنگ و فنگ داره. هم میگن آقای دادکام بیاد راهکار بده. راهکار اینی که شما برید، اینی که شما اومدی این کارو گرفتین بهتر شده. خب نشده بدین دست کسی دیگه. درسته. آقای دکتر اگه اجازه بدید ما باز هم با خداداد عزیزی صحبت کنیم. آقای عزیزی شما در جمعی که وزیر ورزش صحبت میکرد که تشریف نداشتین اونجا؟ نه من دعوت بودم ولی خب چون اینجا گرفتار بودم نتونستم برم. آها، با اون عبارتی که آقای دکتر گفتن که نظرتون چی اصلا کلا در مورد کارلوس کیروش از نظر فنی و چه چیزهایی شنیدید در مورد چارچوب هایی که به هر حال گویا فراتر از اونها داره عمل میکنه؟ ببینید اگر باز به ما نگن که آقا مربیای ایرانی کار بلد نیستن یا باید برن فقط کنز بذارن و کاور بدن و این ادبیات رو در مورد مربیای ایرانی استفاده نکنن، که حالا من یه جوونشم، اگر اجازه بدن که ما به عنوان یه نه منتقد، یه کسی که نظرشو میگه نظرمونو بگیم، این اجازه رو بدن، من نظرمو میگم. ما هیچ کدوم اعتقادمون بر این نیست که آقای کیروش بگفته آقای دادکان مربی بزرگی نیست. ایشون خیلی مربی بزرگیه، شکی در موردش نیست. ولی ما هممون، ما کسایی که انتقاد میکنیم، دو تا بحث داریم. یه بحث فنی و نتیجه گیری تیم ملیه که تو این 4 سال نگرفته تیم ملی نتیجه، نه در جام جهانی نه در جام ملت‌ها. یه بحث نوع اختیاراتی که آقای دادکان هم گفت به آقای کیروش داده شده که ایشون میاد راجع به همه چی اظهار نظر میکنه. اگر ما انتقاد میکنیم یه سری تریبون دستشون و قلم دستشون شروع میکنن به کوبیدن ما که آقا شماها کجای فوتبال بودین که راجع به کیروش انتقاد میکنید. الان نمونه بارزش مثلا آقای کیروش اومد گفت مربیای ایرانی هیچی بلد نیستن. حتی مربیای ایرانی خیلیاشون 99% جرئت نکردن از خودشون دفاع کنن. چرا جرئت نکردن آقای عزیزی؟
برای که از طریق یه سری شبکه‌های تلویزیونی کوبیده میشن و همچنین از طریق اعضای قلعه‌دستی که طرفدار کیروشن و میان با یه سری ادبیات زیر سوال میبرن. من خودم رو زیر سوال بردن بارها که آقا شما این گل به استرالیا زدی، بابت اون میای از کیروش انتقاد میکنی. من فوتبالیست که بودم نظرمو که میتونم بدم. اگه من خداداد عزیزی به عنوان یه پیشکسوت فوتبال نظرمو نگم و نمیتونم نظر بدم راجع به کیروش، پس این آقایونی که الان توی فوتبالن و فوتبال میچرخونن، حتی آقایون دست به قلم، حتی آقایونی که برنامه‌های تلویزیونی ورزشی میچرخونن، اینا که اصلا نباید راجع به من اظهار نظر کنن. من حرفم اینه الان طوری شده که ما هر کدوم انتقاد میکنیم کوبیده میشیم. الان من از آقای حسنی خوب منم گله دارم مثل آقای دادکان، ایشون توی مستقیما میگن آقا تو فدراسیون هر کی مخالفه، هر کی نمیتونه حالا مدیریتی کار کنه بره، این به ماها هم برمیخوره آقای حسنی خوب. یعنی ماها نباید اصلا حرف بزنیم دیگه، سکوت کنیم. ممنونم آقای عزیزی. اگر اجازه بدین من با آقای حسنی خوب هم صحبت بکنم. آقای حسنی خوب، دو تا نکته. یکی یه شایعه‌ای پیدا شده، اینکه به هر حال انتخاباتی در پیشه و حضور آقای کیروش یا چهره‌های اینطوری خیلی میتونه در سبد آرایی که مقبول هست مثلا تاثیرگذار باشه. یکی نظر شما در این باره چیه؟ و سوال دومم رو هم بپرسم با توجه به اینکه معذوریت زمانی داریم و محدودیت، اینکه به نظر شما جلسه روز شنبه باید باشه، جلسه اضطراری که آقای کیروش درخواستش رو کرده با فدراسیون و آقای کفاشیان که ایشون هم مشهد هستن، قراره که چه اتفاقی بیفته و چه صحبت‌هایی احتمالاً رد و بدل میشه؟ شما خبری دارید؟ خدمت شما عرض کنم. من خدمت های عزیزی سلام عرض میکنم و عرض ارادت دارم خدمت ایشون. من این مطلبی رو بگم، من چند بار توضیح دادم، باز دوستان اونو میگن. من به هیچ وجه جسارتی به پیشکسوت‌ها نکردم، به هیچ وجه جسارتی خدمت دوستان نکردم. بحثم بحث مدیریتی بود که آقا انتقاد سازنده است و باید باشه، اصلا انتقاد ما رو پیش میبره، ولی تخریب کردن غلطه. اتفاقا این حرف آقای خداداد من زدم که اگر قرار شد ما با ایشون کار بکنیم پس دیگه کسی تخریب نکنه، اگه نمیتونه کسی با این فضا باشه بره. آقای حسنی خوب ببخشید، اون بخشی که شما اشاره فرمودید این بود که اگر کسی مخالفه یا نمیخواد حمایت بکنه بره. نه ببینید چوب لا چرخه ایشون. ببینید شما اگر عین نوا رو بگیری عین کلام منه. بله. کسی که میخواد انتقاد بکنه، انتقاد که سازنده است، مشکلی الان صحبت‌های آقای وزیر مصداق چوب لای چرخ گذاشتن هست یا نه؟ ببینید اون از خودشون سوال کنید. اما بحث شما نمایندهشون مگه نیستید؟ ببینید بحث من اینه که آقا اگر قرار شد با کیروش کار کنیم، عین صحبت که خود آقای دادخان کردن و آقای عزیزی، اگر قراره با کیروش کار کنیم زمینه رو فراهم کنیم برای کار کردن. درسته، حق با شماست. آیه طول چرخش نکنیم. درسته. آیه حسنی خوب، در مورد اون شایعه‌ای که عرض کردم خدمتتون درباره انتخابات آینده و به هر حال فشار بخشی از افکار عمومی، نظرتون در این باره چیه و بعد بریم سراغ جلسه روز شنبه؟ ببینید بالاخره انتخاب منظورتون انتخابات هیئت رئیست و رئیس فدراسیون؟ نه خیر، فراتر از اون، انتخابات‌های نزدیک سیاسی. والا تو ذهن بنده که اصلا به هیچ وجه این موضوع نبوده. ببینید بحث قطع شد. خب آقای دکتر شما بفرمایید. ببین آقای نجف زاده، کیروش موندنش تو ایران دیگه دست وزیر نیست. خواهشاً هر کی هم الان صحبت‌های منو شنید ببینه آینده من درست میگم یا نه. موندن کیروش تو کشور ما، شما یه لفظ نورساداموس برای ما استفاده کنید، اینا بدیهیه. موندن کیروش تو کشور ما دیگه دست وزیر نه فدراسیون. آقای کفاشیان واسه یه سرگرمی دوباره درست کنه میگه من شنبه با ایشون جلسه دارم. شما نایب رئیس دیگه جا دیگه گذاشتن، دبیر کل تو یه جا دیگه گذاشتن، نایب رئیس خانوماتو یه جا دیگه گذاشتن، کمیته‌هاتو همه رو تغییر دادن، دو تا دستاتو زدن، یه شمشیر دادن دست. بیا به مردم راست بگو. نمیخوان برو. درسته که من شنبه با کیروش جلسه دارم تصمیم میگیرم. به پیغمبر اگه تو بتونی تصمیم بگیری، اجازه بدین آقای نجف اینو بگم، وزارت هم نمیتونه تصمیم بگیره، رفت به دولتی که میتونه به اینا بگه کیروش بمونه یا نمونه. شما موظفی اخلاقا اگه دیدی صحت گفته های من هست بیای همینجا بگی، من اگرم پیدا نکردی من ریفرنسشو به شما میدم که دولتی که میتونه الان بگه. حالا برخی معتقدن دفعه پیش هم دولت گفت. بله دولت گفت ایشون بمونه، دوباره باش دعوا شد.
نه وزیر میتونه بگه بره، نه بله. میتونه بگه بمونه. درسته. فدراسیون هم شنبه مردم گوش ندن، جلسه شد، کیروش اومد گفت بله. دوباره فدراسیون اینا بله. برای مردم. اصلا حالا شاید الان آقای کفاشیان هم اگر میبینن برنامه ما رو، من سلام عرض میکنم خدمتشون، بله. ولی وسط دعوا حالا من نمیدونم یکی دو روز زمان خریدن این جریانش چیه، چون شاید مهم بود این بود که این جلسه اضطراری زودتر تشکیل میشد. اگر اجازه بدید آقای مایلی کهن هم پشت خط هستن. سلام آقای مایلی کهن عزیز، شب شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما، مهمان گرامی برنامه‌تون، همچنین سایر عزیزان که پشت خط هستن در خدمتتون. آقای مایلی کهن شما نظرتون چیه اگر در طول بحث همراه ما بودید؟ بله، اولا من باید یه تسلیت بگم به نصرت درگذشت جناب آقای حسین اسرائیلی، یکی از کشتی‌نویسان عزیز کشورمون. خدا رحمتشون کنه. بله، به خانواده‌شون، جامعه کشتی تسلیت عرض می‌کنم. من با بخشی از صحبت‌های در واقع مهمان گرامی برنامه‌تون موافقم و بخشیش مخالفم. اونجایی که عنوان میشه که این وزارتخونه و این وزیر در واقع ضعیف داره، به نوعی ضعیف عمل میکنه و قرار شد که ما سلایقمون رو دخالت ندیم تو گفتارمون و خیلی صادقانه صحبت کنیم، در صورتی که به نظر من که 35 سال به انواع مختلف در ورزش کشور بودم، مسئولیت‌های مختلف داشتم. آقای وزیر، آقای گودرزی یکی از بهترینا بوده. من الان نه مسئولیتی میخوام نه مسئولیتی خواستم، تمام پستایی که خواستم گرفتم و داشتم. اینو باید عرض کنم. پس ما بیایم صادقانه صحبت کنیم. ضمن که الان ایشون فرمودن که در رابطه با که مثلا اینو فلانی گذاشته اونم فلانی گذاشته. خب در مقطعی که خود ایشون رئیس فدراسیون بودن زحمات زیادی هم کشیدن. خب شما نگاه کنین سیاسی ترین فدراسیون ورزشی ما فدراسیون ایشون بود و اونا رو هم جای دیگه گذاشته بودن. قائم مقام ایشون خب نایب رئیس اول ایشون آقای سردار یعقوبی بودن، قائم مقام فرمان نیروی انتظامی بودن آقای آصفی بودن که سخنگوی وزارت امور خارجه بودن، آقای سازگارا بودن. من اگه بخوام براتون بشمارم ببینید، پس صادقانه بدونین که سلایق خودمون رو دخالت بدیم، بیایم تو این قضیه وارد بشیم. مسئله اصلی ما فرصتمونم همون به منم اتفاقا به من رسید، گفتن یه دقیقه بیشتر فرصت نداری، اما من باید عرض کنم این همه شما در واقع زمان در اختیار آقای کیروش و طرفداراش گذاشتین. چه اشکالی داره رسانه ملی بیاد بذاره یه وقتی آقا ما یه سری حرف داریم، نفرات مقابل یه سری حرف دارن، خیلی منطقی باید صحبتامون رو بکنیم. اصلا مشکلی توی زمینه نیستش که بله انشاءالله آقای مایلی کهن ما حتما در برنامه‌های بعدی شما رو دعوت خواهیم کرد اگر فرصت داشته باشید که از نگاه شما هم استفاده بکنیم. آقای دکتر شما مطالبی فقط مدار آنتنو میگیرن از ما. منم یه ثانیه واسه جواب بدم، حقمه. بله خواهش. ایشون اشاره کرد بخشی صحبت آقای دادخان رو قبول دارم، بخشیشو قبول ندارم. این حق ایشونه. همینجوری که من هیچ موقع صحبت‌های ایشون رو قبول ندارم، کلشو. آقای یعقوبی قائم مقام من بوده، چرا دروغ انقدر؟ آقای یعقوبی مشاور فدراسیون فوتبال بوده، با افتخارم این حرفو میزنم. ریفرنس هایی که میدن این بوده اون بوده. معاون فدراسیون قائم مقام فدراسیون آقای ناصر ناموز بوده، نایب رئیس اول. بله. مطالبی که ایشون میگه صادقانه، چون که درش صادقانه نیست، جواب اگر سوالی میشه جوابی میده صادقانه بگه صادقانه. شما خدا رو شکر گواه دادی که بخشی از صحبت‌های منو قبول داری. من اون بخشی از صحبت‌های شما هم که نسبت به من لطف کردی گفتی، من هیچ زمان صحبت‌های شما رو قبول نشدم. من آدم بدی ام یا شما آدم بدی هستی؟ شما راه خودتو میری، من راه خودمو. بسپریم به مردم که قضاوت کنن که کی صادقه. شما آقای مایلی کهن رو آنتن میگه قائم مقام، اصلا فدراسیون قائم مقام نداره. درسته. نایب رئیس شد. خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر داد. یه بحث فنی هم نیست. در اونجا ما این است کار بکنه و بالاخره فضا رو فراهم بکنیم برای اینکه مربی تیم ملی بتونه کار بکنه و بتونه موفقیت بیاره. بالاخره مردم منتظرن و منتظرن ببینن موفقیت‌های تیم ملی چگونه انجام میشه. علاوه قاعده فضا رو باید هممون فراهم بکنیم برای اینکه این اتفاق بیفته. آخه هنوز 11 روز شروع نشده، انتقادات شروع شده و صحبت‌های آقای وزیر خیلی صریح بود علیه کارلوس کیروش. اینطور نیست؟ ببینید آقای وزیر بحثشون این بود که خب پیشکسوتا خدمت ایشون رسیده بودن و موارد مختلفی رو مطرح می‌کردن، از جمله اینکه بالاخره در فدراسیون و وزارت ورزش حدود اونها رعایت نمیشه، پیشکسوتا
مورد توجه قرار نمیگیرن. بحث اخلاق مداری در ورزش رو مطرح میکردن، بحث عدم رعایت پیشکسوت‌ها و حرمت شکنی، بحث انتقاد از صندوق حمایت از پیشکسوتان و اینکه مجمع فدراسیون فوتبال جایی برای پیشکسوتان نیست و به کارگیری افراد تازه وارد در مدیریت ورزش و فوتبال و اینکه مثلا بی‌حرمتی میشه و دقت زیادی نمیشه در ورود به ورزشگاه. مسائل مختلفی رو اون روز مطرح شد و پیشکسوتان مطرح کردن. آقای وزیر هم تو ذهنشون اینجوری بود که بحث حرمت به پیشکسوتان باید اصل قرار بگیره، بحث اخلاق باید اصل قرار بگیره و هر کسی در حدود خودش و در چارچوب خودش سخن بگه و رفتار بکنه و خارج از این کسی چیزی رو نگه و قانونی قدم برداره و در چارچوب‌های قانونی بتونه کارا رو انجام بدن. و به نظر میرسه که ایشون تو ذهنش این بود که حالا منم با خود ایشون هم صحبت کردم، فرمودن که من تو ذهنم این بود که آقای کیروش بالاخره در این فضایی که ما داریم کار میکنیم ایشون ما کارفرمای ایشون هستیم و ایشون بالاخره با ما دارن کار میکنن، نباید امر و نهی به ما بکنن، در چارچوب وظایفشون کار بکنن. تو جلسات خصوصی هم که من خدمتتون داشتم اینا رو عرض کردم که آقای کیروش شما تو چارچوب قرارداد باید عمل بکنید. تو اون تفاهم‌نامه‌ای هم که ما خدمتتون داشتیم این موارد من اونجا خدمتتون عرض کردم. ایشون هم تو همون غالب نظرشون این بود که این کارا انجام بشه و ما آقای حسنی خو حالا اگر لطف بکنید ما باز هم می‌خوایم مزاحم شما بشیم پشت خط. جنبندی اینه که آقای کیروش از نگاه وزارت ورزش فراتر از اون اختیاراتی که داشته یا چارچوبی که براش مشخص شده کاری کرده دیگه، نه؟ پیشکسوت نظرشون این بود و گله من نه آقای کیروش، بحث فدراسیون فوتبال که فدراسیون فوتبال کدهایی که آقای وزیر میدادن به فدراسیون فوتبال مربوط نمیشد. غریبه‌ای که اومده، بیگانه‌ای که اومده و میخواد ما رو تحقیر بکنه به فدراسیون فوتبال مربوط نمیشه. بله بحث آقای کیروش هم بود. ایشون بحثشون این بود که هر کسی تو چارچوب خودش باید قدم برداره و هر کسی تو چارچوب. خیلی متشکرم، همراه ما باشید لطفاً. ممنونم آقای حسنی خوب. آقای دکتر خوب هستین شما تقریبا کم کم تبدیل میشین به نوستراداموس. پیش بینیاتون درست در میاد بعد از اینکه قرارداد بسته شد بین کیروش و فدراسیون فوتبال. شما گفتین اینا همه فیلمه و اینا یه جورایی به هر حال به درگیری و دعوا میکشه و از دیروز دیدیم که این اتفاق افتاد و بازتاب عجیبی هم داشت تو رسانه‌ها. چطوری اینجوری پیش بینی کردید؟ اجازه می‌فرمایید آقای اختیار دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان عزیز و از اینی که شبکه 2 در این بخش از من دعوتی رو کرد صمیمانه سپاسگزاری میکنم. انشالله که هر کسی هر نقطه نظری داره غرض نباشه بتونه انتقاد کنه و حرفای خودشو بزنه. ممنونم از شما. اگه اجازه بدیم من حالا راجع به این که پیش بینی کرده بودم و این حرفا رو هم الان میگم. جام جهانی هنوز تمام نشده بود که حرف از رفتن کیروش به میون اومد. مرد چشم آبی میگفت به خاطر عدم حمایت فدراسیون فوتبال ایران نمیتواند به کارش در تیم ملی ادامه دهد، اما نتیجه چیز دیگری شد. کیروش ماند، تیم ملی به دور دوم مسابقات آسیایی 2015 صعود کرد. مقابل عراق تیر آخر را در پنالتی خوردیم و باختیم و خداحافظ جان. یک ناکامی دیگر و باز هم شایعه، باز هم تیتر رسانه ها، باز هم کیروش. فدراسیون فوتبال 2 دیدار دوستانه برای تیم ملی با شیلی و سوئد ترتیب داد و خبرهای غیر رسمی قوت گرفت تا اینکه چند روز قبل از اعزام تیم ملی به این 2 مسابقه دوستانه کفاشیان رسما اعلام کرد که کیروش بعد از این 2 بازی دوستانه از تیم ملی جدا می شود. وزارت ورزش وارد شد. جلسات برای رسیدن به تفاهم 3 جانبه شد و بالاخره کیروش ماند. تصمیم گرفته شده با کیروش کار بشه. کسی هم اگه تمایلی به این کار نداره میتونه فدراسیون شنبه 5 اردیبهشت 94 مرد پرتغالی از در فدراسیون بیرون آمد و از توافق خبر داد. هنوز 11 روز از توافق نگذشته بود که وزیر ورزش، یا بهتر بگوییم رئیس وزارتخانه حامی اصلی ماندن کیروش، ناگهان فرمان را پیچاند. ما توسط بیگانه یک نفر تحقیر میشیم، مربیان ما تحقیر میشن، مردم ما تحقیر میشن. هیاهوی پیرامون فوتبال ایران انگار قرار نیست تمام شود و پرطرفدارترین ورزش دنیا لقب پرحاشیه ترین را هم در ایران یدک میکشه.
خب گزارش رو دیدید، گفته ها و ناگفته های زیادی در اون بود. امشب مهمان ما در استودیو آقای دکتر دادکان هستند، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و استاد دانشگاه. شب شما بخیر آقای دکتر. خیلی خوش آمدید. ممنونم از محبت. سلامت باشید. و البته مهمان های دیگری هم داریم به صورت تلفنی. آقای حسنی خو، نماینده تامل اختیار وزیر ورزش در امور قرارداد مربوط به کیروش، و همچنین خداداد عزیزی از تبریز. آقای حسنی خو هم از مشهد مقدس در خدمتشون خواهیم بود. اگر دوستان اشاره میکنن آقای حسنی خو، آقای دکتر اگر اجازه بدید. آقای حسنی خو سلام، شب شما بخیر. سلام علیکم، شب شما بخیر. از مشهد مقدس نایب الزیاره شما هستم. التماس دعا. خب خوب هستین شما آقای حسنی خو؟ این موضع گیری وزیر ورزش رو قطعا شما هم شنیدید و حالا به عنوان نماینده وزارت ورزش طبیعتا نماینده منتقد کیروش هم هستید امشب. به نظرتون سوالی که پیش میاد اینه که چطوری اصلا همچین چیزی ممکنه که گفته بودید اگر کسی انتقادی داره یا حمایت نمیکنه از کیروش، از فدراسیون بره بیرون، و الان ما با صدای شما رو شنیدیم. اگر اینطوری باشه الان خود آقای گودرزی وزیر ورزش اولین نفریه که با توجه به صحبت‌های دیروز باید برن بیرون. من هیچ وقت نگفتم اگر کسی انتقادی داره بره. انتقاد سازنده یا حمایت نمیکنه. بله، انتقاد سازنده است و بالاخره طبیعیه که با انتقاد ساخته میشیم. ولی بحث ما این بود که آقا ما در فدراسیون فوتبال علالقاعده اگر کسی میخواد با ایشون کار بکنه و چوب لای چرخش میخواد بگذاره، علالقاعده این بحث مدیریت نماینده ایشون که مقدمات رو فراهم کنیم برای موندن ایشون. شما اگر دقت بکنید تو جلساتی که بنده با آقای کیروش داشتم و جناب آقای کفاشیان، فضا رو فراهم کردیم که ایشون بمونه و حتی آقای کفاشیان خودشون تو اون جلسه چرا بمونه؟ برای اینکه با این موقعیت فعلی امکان رفتنش خب نبود. چرا از نظر فنی؟ اینی که بتونیم جایگزین مناسبی مثلا داشته باشه فدراسیون. بعد ما اصلا دنبال این موضوع نبود. بحث جایگزینی بود یا فشار افکار عمومی؟ نه، اگه اختلافی بین فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی هست ما بریم حل بکنیم. اگر ابهامی هست بریم حل بکنیم. درسته. تقریبا مسائلش رو تا اونجایی که امکان داشت و به وزارت خونه مربوط میشد ما حل کردیم. و بعد 10 روز بعد دوباره این نشون میده که هیچی حل نشده. چرا؟ ببینید تو همین مدت 10 روزه ما 2 تا اقدام انجام دادیم که خود آقای کفاشیان و آقای کیروش میتونن شهادت بدن که این اقدامات انجام شده. اول فضا رو ما تلطیف کردیم. یه مقدار مشکلات چقدر هم تلطیف شد با این صحبت‌های وزیر. یه مقدار مشکلات مالی رو ما حل کردیم. علیرغم اینکه ما مشکل مالی داشتیم به فدراسیون کمک کردیم برای اینکه بحث مالیات آقای کیروش حل بشه. ما این جلسه مشترکی آقای دکتر مناف هاشمی، جناب کفاشیان، بنده، آقای نوری، مدیر کل مالیات استان تهران گذاشتیم برای حل مشکل ممنوع خروجی ایشون. این اقدامات برای حل مشکل آقای کیروش انجام شده. حالا من در مورد مشکلاتی که داشته آقای کیروش در مورد همین مالیات و اینا، در مورد مالیات و اینا می‌خوایم مزاحم شما بشیم. اگر اجازه بدید چند دقیقه اجازه بدید پشت خط من مجددا در خدمت شما خواهم بود. آقای دادکان بگم بقیه‌شون. ببخشید. ببینید نه وزارت ورزش نه فدراسیون فوتبال کیروش نمیخواد. خود آقای کیروش هم میدونه، شاید هم به من الان گفتن نشسته گوش بده. واقعا با این حواشی که برای شما هست و این صحبت‌ها واقعا کیروش با اون اسم و رسمش میمونه، مطمئن باشین دیگه نمیمونه. و هدف وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال اینه که کیروش نباشه. ما رفتیم ترتیب کنیم بمون، حتی فدراسیون ترتیب کنیم بمونه اینا نیست. پس چرا باش قرارداد بستن؟ ببینی هم شما قرارداد میبندی زمینه رو ایجاد نکنی اون مربی میمونه؟ این حرف و حدیث ها باشه میمونه؟ چه نیاز وزیر ورزش این حرفا رو راجع به آقای کیروش با کد بزنه؟ من یه سوال میکنم از همین آقای حسنی خو که اینجا هستن. تقاضام اینه که خواهشاً این مطلب رو صراحتاً بگم. یه جلسه بوده آقای وزیر با پیشکسوت‌ها و مربی‌ها و بحث این بوده. آقای نجف زاده خواهشم گوش بدی. بحث این بوده فساد، اخلاق مداری، لومپنیسم. نصف بیشتر اینا رو که شما دعوت کرده بودی همه‌شون اینا رو دارن. یعنی جزء لومپنیسمان، جزء فسادا کنار شما اومدن نشستن. شما جلسه گذاشتی بر علیه فساد و لومپنیسم و جهت ارائه اخلاق مداری با کسایی که خودشون در دلالی و فساد لومپنیسم نقش دارن.
که چه کاری رو حل بکنه. درسته. چی اجازه بدین. آقای حسنی خو میگه نه وزارت ورزش رفت حل کنه. من به شما بگم این نیست. این رابطه هم حسنه نمیشه به دلیل اینکه وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال به یه نوعی برای ساختار جدید فوتبال تصمیماتی گرفتن. بذاری مردم بدونن، خسته شدن خدا شده این مردم از دروغ، از ریا، از این مسائلی که مطرح میکنیم یه دونه درش صداقت نیست. چرا نیم راست بگیم؟ کیروشو بریم توی اتاق حساب مالیشو بکنیم خداحافظ شما بره، هم از ما راضی باشه هم با سای بین‌المللیش خوب باشه. که چی؟ ما کیروشو میخوایم با پا میکشیم جلو با دست پس میزنیم، یا برعکس به والله نمیخوایم کیروشو. بیایم به مردم راست بگیم. چرا اختیاراتی رو به کیروش دادیم؟ حالا قبل از البته دولت جدید بوده، اختیارات رو به کیروش دادیم، حالا کیروش اون اختیارات رو میخوایم ازش بگیریم دیگه کار نمیکنه. شما گفتی آقا این کار با تو، اعزام با تو، نفر با تو، سرپرست با تو، پول اردوها با تو، همه اختیارات دادیم کیروش، امروز میخوایم ازش بگیریم، قبول نمیکنه. درسته. آقای دکتر اگر اجازه بدید خداداد عزیزی با ما هستن از تبریز. شب شما بخیر آقای عزیزی. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای نجف‌زاده، همچنین استاد بزرگمون آیداتخان در خدمت شما قربان. آقای عزیزی نظر شما چیه؟ شنیدید بحث های ما رو؟ من بحث‌های شما رو به خوبی گوش کردم و لذت بردم از صحبت‌های آیداتخان. من فکر می‌کنم صداقتشون برای همه روشنه. من فکر کنم آیداتخان همه حرفا رو زد و واقعا من تعجب من نفهمیدم در مورد صحبت‌های آقای حسنی خو رو نفهمیدم. یه جوری صحبت کردن که موافقن مخالفن، من نفهمیدم واقعا. منم اعتقاد دارم آقا دو تا حالت داره دیگه، یا آقای کیروش بمونه یا بره. بیایم صادقانه رفتار کنیم. اگه قراره بمونه همه بیایم کمکش کنیم. چجوری هم کمکش کنیم؟ اینجوری کمکش کنیم آقا از ایشون بخوایم به ما کمک کنه، ما هم به ایشون کمک کنیم. نه مثل قرارداد 4 سال قبلش که هر سالی 9 ماه پرتغال باشه 3 ماه بیاد تو فوتبال ما. ایشون با ما قرارداد داره 1 ساله، 1 ماهشو بره مرخصی، 2 ماهشو بره مرخصی، 10 ماه دیگه‌ش آقای دادکان به خوبی متوجه میشه من چی میگم. 10 ماه دیگه‌ش بیاد داره مربیای ما کلاس بذاره، بیاد تدریس کنه. ایشون یکی از بزرگترین مربیای دنیاست، ولی ایشون 9 ماهشو نیست، 3 ماهش هست. اون 3 ماهش هم بازیای پرسپولیس نمیاد ببینه، کمکاشو میفرسته. من فکر میکنم با توجه به قراردادی که ایشون داشته با ما، ایشون موظفه که بهترین شرایط برای فوتبال ما مهیا کنه و بتونه فوتبال ما متحول کنه. الان اگر موندنیه کمکش کنیم، اگر هم نیست به گفته آقای دادکان قشنگیش به اینه که آقا باهاش بشینن بگن آقا این طلب این پول آقای شما برو. کی میگه وقتیش برای آوردن مربی؟ من فکر می‌کنم آقای خداداد شما هم نظرتون یعنی مجموعاً اینه که الان داره یه چیزی شبیه یه فیلم هندی اتفاق میفته، فقط چند تا درخت کم داره دیگه، هر کسی یه حرکتی میکنه و بعدش هم میگه من نبودم و بعد واسیم تا آخر فیلم ببینیم کی واقعا جرأت این رو داره یا جسارت این رو داره که بیاد با اصول منطقی یا بر اساس اصول فنی یا اخلاقی به هر حال بیاد بگه آقا ایشون خوبه یا بده. هیچکس هزینه این رو انگار متحمل نمیخواد بشه. آقای خداداد ما باز هم با شما خواهیم بود اگر اجازه بدید. من با آقای حسنی خو صحبت کنم. آقای حسنی خو درباره قرارداد آقای کیروش به نظر شما چهارچوب هایی که باید رعایت شده و قرارداد دقیقی بسته شده؟ من شنیدم که ایشون 2 تا مشاور حقوقی هم همراه خودشون داشتن. ما اینجا قرارداد خوبی بستیم؟ ببینید قرارداد رو فدراسیون فوتبال بسته و از قبل همین کار انجام شده. من وارد مسائل قرارداد اصلا نشدم و بنام نداشتم وارد قرارداد. شما تو اون جلسه که قرارداد رو می‌بستن با آقای کیروش از طرف آقای وزیر تشریف داشتید؟ نه خیر. قرارداد حدود 1 سال قبل بسته شده. ما یه تفاهم نامه ای رو با هم دیگه بستیم که کمک توی جلسه تفاهم نامه چی تشریف داشتید؟ بله قرارداد از قبل بسته شده. من تو ریزش وارد نمیشم چون بحث فنیه. اجازه بدید دیگرانی که واردن. بعد این بحث مالیاتیش به کجا رسید؟ بحث مالیاتی تقریبا حل شد دیگه. یعنی قرار شد کی پرداخت کنه؟ ببینید این رو توی خود قرارداد آقای کیروش شما ببینید، من از ابو سعید ابوالخیر شروع کنم. یکی میره خدمت ایشون میگه آقا انسان‌ها بزرگ شدن میتونن پرواز کنن. ایشون میگه پرنده هم پرواز میکنه. میگه انسان‌ها بزرگ شدن میتونن رو آب و تو آب هم راه برن. میگه ماهی هم این کار رو انجام میده. میگه از نظر شما انسان بزرگ کیه؟
میگه اون کسی که اخلاق مدار باشه، اونی که صادق باشه، بی‌ریا باشه و توی مردمش باشه. حالا ببینیم جامعه ما امروز اینو پذیراست یا نه. من از صحبت‌های خود آقای حسنی خو شروع میکنم. ایشون اشاره داشتن که هر کسی در چارچوب وظایف خودش عمل کنه. کی معتقد به اینی؟ چارچوب وظایف شما اینه که راجع به سرمربی تیم ملی حرف بزنی؟ شما مسئول حراستی، شما خودت داری میگی هر کی در چارچوب وظایفش حرف بزن. شما وظایف فنیه، خداییش کی حرف شما رو میپذیره؟ خب آقای وزیر ورزش شاید بهشون اختیار داده، شاید که نه قطعا. وزیر ورزش همچین اختیاری رو نمیتونه بده. ببخشید وقتی میگین در چارچوب قوانین، رعایت اخلاق، رعایت کرامت انسانی، رعایت نسل، همه اینا رو که میبریم، ایشون میتونه بگه اگه کسی در فدراسیون بر علیه ایشون حرف بزنه بره. خب شما میدونید نه شما کیروشو میخواین نه آقای کفاشیان. اجازه میدی خدا آقای حسنی خو؟ آقای حسنی خو بله در خدمت شما هستیم، اگر حق شما محفوظه برای پاسخ دادن. خدمت شما هستم. من هیچ وقت تو مسائل فنی دخالت نکردم. اگر موردی دارم دوستان بگم. در مورد بحث این که عرض کردم که کسی نمیتونه با کیروش کار بکنه، بحثم بحث مدیریتی است و بحث دخالت در این امر نیست و موضع بنده به عنوان مشاور وزیر بحثمون این بود که یه سری ابهامات در رفتار بین سرمربی تیم ملی و بحث خدمت شما عرض کنم فدراسیون فوتبال بود که ما برای اینکه این موضوع روشن بشه و تکلیف روشن بشه که آقا وزارتخونه تو این موضوع میخواد آقای کیروش بمونه و فضا رو هم فراهم کردیم. ما اگر نمیخواستیم آقای کیروش بمونه خیلی کارا رو نمی‌کردیم. آقای حسنی خوب، من یه سوالی جسارتاً بپرسم از خدمت شما. خیلی اظهار نظرهای شما سینوسیه، یعنی پیدا و نه شخص شما رو من منظورم نیست، کلا وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در مورد آقای کارلوس کیروش، یعنی پیدا و پنهانش مشخص نیست. من نمیدونم، هراس از بخشی از افکار عمومی شما خودتون میدونید که این بحث فراتر از چارچوب بودن، حداقل بین نزدیکان شما، خود آقای اسدی هم من باشون صحبت میکردم قبلا، این یه بحث کاملا جدیه. خود آقای وزیر ورزش هم قطعا با یه بک‌گراند و پیشینه‌ای به این نکته اشاره کرده. اگر واقعا اینجوریه و شما رضایت ندارید، پس چرا قاطعانه و صریح با مردم صحبت نمی‌کنید، بگید آقا این مشکلات هست؟ یا از نظر فنی مثلا یه اشاره‌های امروز داشته آقای وزیر، اگر واقعا معتقدید چرا نمیایید علنا بگید و ازش دفاع بکنید و باش قرارداد نبندید مثلا؟ ولی وقتی میبندید دیگه این اخلاقی نیست که مثلا یه اتفاق دیگه، یه حرف دیگه بیاد بیرون. قبول دارید این نکته رو؟ بله کاملا من قبول دارم. این بحث اخلاقیه و این فرمایش جناب آقای دادخان که اخلاق اصله، برای ما هم این مطلب اصله و باید رعایت بشه. اگر ورزش پهلوانی و اخلاق اصل نباشه بالاخره ما دچار مشکل میشیم. خب الان به نظر شما رعایت شده؟ مثلا شما قرارداد من می‌بندید؟ خدمت شما عرض کنم. ببینید اون چیزی که مسلمه، ما در جنبندیمون در وزارت ورزش این بود که آقای کیروش با شرایط فعلی باید بمونن، حتما باید بمونن و فضا رو هم فراهم کردیم. بنده نماینده وزیر ورزش بودم، به عنوان مشاور ایشون رفته بودم اونجا، نه به عنوان مدیر کل حراست، به عنوان